صبح امروز در بیمارخانه بیماری‌های سرایتی شهر ترسونزاده با اشتراک وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نسیم مولیمزاده، نمایندگان سفارتخانه ترکیه در تاجیکستان، آژانس ترکیه عاید به همکاری و هماهنگسازی تیکا، همچنین نمایندگان مقامات محلی آشیانه سیم بنای بیمارخانه مذکور مورد بهره برداری قرار گرفت. بعد از افتتاح گردیدن این بنا، مهمانان وارد آشیانه سیم گردیده با شرایط بیمارخانه از نزدیک شناس شدند. باید گفت که تعمیر و مجهزگردانی شعبه سرایتی کودکانه این بیمارخانه از جانب آژانس ترکیه عاید به همکاری و هماهنگسازی تیکا انجام داده شده است. حجره‌های طبابتی اینجا جوابگوی به طلبات زمان معاصر میباشد. در رفت بازدید دمدان از حجره‌ها، مهمانان عالی قدر به کارمندان بیمارخانه دستور دادند تا که در سمت تامین سلامتی اهالی علاوه خصوص کودکان تدبیرهای عملی اندیشند. طبق اطلاع مسئولین ساحه، بیمارخانه دارای 22 حجره طبابتی بوده برای معالجه بیماران 39 کت موجود است. بینایی که ما کارکردی استادیم، دیدی استادیم، بنا از سال 1987 ساخته شدگی بود. ما بیمارخانه کسلی سرایتی 2003 به اینجا پس از تعمیر آمده کار و فعالیت خود را سر کردیم. از سال 2003 بیمارخانه من آشانی سیم که کودکان توابت میگرفتن درها بسیار فرسوده شده بود، آینه ها فرسوده شده بودن. با تشبس سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده یتیم تاج حکیمویچ و وزارت تندرستی فیلم تیک را یافته با ما رای کردن. اینها من دیدی شده تعمیر را گرزانده، تمام تجهیزات را از ترکیه آوردن، استول یخدان ها. ماه اکتبر سر شدگی بود تعمیر، امروز شده چه سر شد، از همین رو سر کرده. ما بیماری کسلی سردی کودکان را بیملال در اینجا تا 39 نفر با مادرش قبول کرده میتوانیم. تعمیر آشیانه سیم بنای بیمارخانه بیماری‌های سرایتی در نتیجه دستگیری‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در همبستگی با آژانس ترکیه عاید به همکاری و هماهنگسازی تیکا راه اندازی گردیده بود. مسئولین میگویند که با دست دادن امکانیت شعبه‌های دیگر بیمارخانه نیز از تعمیر جاری برآورده می‌شود.